ایران که روزگاری تحت سلطه صفویان بود، اکنون در آتش هرج و مرج می‌سوزد. محمود افغان با خیانت و خشونتی بیرحمانه اصفهان را تصرف کرده و شاه سلطان حسین را به زانو درآورده است. افغان‌ها سال‌هاست که بر ایران حکومت می‌کنند و مردم را در رنج و عذاب فرو بردند. مالیات‌های سنگین، غارت شهرها و رفتار تحقیرآمیز با ایرانیان خشم و نفرتی عمیق در دلها کاشته است. اما در میان این تاریکی مردی ظهور کرده که سوگند خورده است انتقام ایران را بگیرد. مردی از شرق، از دل خراسان که تاریخ او را نادرشاه نامید. نادر که در آغاز به عنوان یک فرمانده در خدمت طهماسب دوم صفوی بود، به سرعت قدرت گرفت و با استفاده از نبوغ نظامیش افغانها را در نبردهای پی در پی شکست داد. اشرف افغان، آخرین فرمانروای افغان در ایران، از برابر او گریخت و در نهایت کشته شد. اما هنوز یک خطر بزرگ باقی ماند. آخرین پایگاه افغانها در قندهار، جایی که باقی مانده سپاهیان اشرف به آن پناه برده بودند. اما نادرشاه به این پیروزی‌ها بسنده نکرد. او می‌دانست تا زمانی که قندهار در دست افغان هاست، ایران در امان نخواهد بود. پس تصمیم گرفت ضربه نهایی را وارد کند. حمله به قندهار و نابود کردن آخرین بقایای سلطنه افغان‌ها. نادرشاه با سپاهی متشکل از 80,000 سرباز زبده از هرات به سوی قندهار حرکت کرد. مسیر دشوار و خطرناک بود. کوههای بلند، بیابانهای خشک و کمبود آب کار را برای سپاهیان سخت می‌کرد. اما نادرشاه با دقت تمام برنامه‌ریزی کرده بود. او از قبایل محلی برای یافتن مسیرهای مناسب کمک گرفت و ذخایر کافی را از قبل آماده کرد. پس از هفته‌ها سفر، ارتش ایران به نزدیکی قندهار رسید. اما آنچه در برابرشان قرار داشت، شهری مستحکم بود که سالها برای چنین روزی آماده می‌شد. قندهار با دیواره‌های بلند و برج‌های دفاعیش یکی از غیرقابل نفوذترین شهرهای آن زمان بود. افغان‌ها به خوبی می‌دانستند که اگر این شهر سقوط کند، دیگر امیدی برایشان باقی نخواهد ماند. پس با تمام توان آماده دفاع شدند. نادرشاه دستور داد که شهر به طور کامل محاصره شود. هیچ راه فراری باقی نماند. اما افغان‌ها نیز مقاومت سرسختانه‌ای نشان دادند. حملات اولیه ایرانیان با شکست مواجه شد. افغان‌ها از ارتفاعات برتری داشتند و با تیراندازی مداوم هر گونه نفوذی را ناکام می‌گذاشتند. اما زمان به نفع نادرشاه بود. ماه‌ها گذشت و قحطی در شهر آغاز شد. مواد غذایی به پایان رسید، بیماری‌ها شیوع پیدا کرد و مردمان قندهار به تدریج به ضعف افتادند. افغان‌ها دیگر قادر به دفاع نبودند، اما هنوز هم امید داشتند که نادر دست از محاصره بردارد. نادرشاه مردی نبود که زمان را بیهوده تلف کند. او به جای اتکا به جنگ‌های فرسایشی، نقشه‌ای زیرکانه کشید. شبانه گروهی از مهندسان جنگیش را فراخواند و دستور داد که تونل‌های در زیر دیواره‌های شهر حفر کنند. کار طاقت فرسا بود، اما این تنها راه ورود به شهر بود. پس از اینکه تونل‌ها آماده شدند، باروت‌های عظیمی در زیر برج‌های شهر قرار داده شد و در یک شب فرمان آتش داده شد. در همان لحظه سپاهیان نادر از چندین جهت وارد شهر شدند. نبردی خونین در خیابان‌های قندهار آغاز شد. افغان‌ها که دیگر توان مقاومت نداشتند، یکی یکی تسلیم شدند. پس از 8 ماه محاصره، قندهار سقوط کرد. نادرشاه ایران را از چنگال افغان‌ها نجات داد و دوران جدیدی از قدرت و اقتدار را آغاز کرد. اما این تنها آغاز راه بود، چرا که او نگاهش را به هند دوخته بود. اگه از این ویدیو خوشت اومد، حتما لایک کن، سابسکرایب یادت نره و زنگوله رو هم بزن تا ویدیوهای تاریخی بعدی رو از دست ندی.